سلام بچه ها، امروز اومدم با یه شامی کباب ساده و خوشمزه. بریم شروع کنیم. اول از همه پیاز و سیب زمینی رو ریز رنده می کنیم. این مرحله مهمه چون هرچی ریزتر باشه شامی موقع سرخ کردن بهتر فرم میگیره و وا نمیره. این رسیپی تخم مرغ نیاز نداره. ادویه‌های اصلی که باید اضافه کنیم نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و کمی پودر سیره که میتونه طعم خوبی به غذامون بده. مواد شامی رو خوب ورز میدیم. حالا یه مقدار روغن داخل تابه میریزیم و میذاریم کاملا داغ بشه. داغ بودن روغن باعث میشه شامی‌ها سریع خودشون رو بگیرن. مواد رو فرم میدیم، آروم داخل روغن میذاریم. چند دقیقه هر طرف کافیه تا کامل سرخ بشه. فاصله گوجه رو برش میزنیم تا کنار شامی سرو کنیم. گوجه سرخ شده کنار شامی معرکه است. یکم نمک میزنیم و میذاریم آبش جمع بشه و خوش رنگ بشه. نتیجه نهایی. حتما امتحان کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.